مقامات گفتند بین دولت و جمعیت‌های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است. البته نقش دیاسپورا در سرمایه‌گذاری منطقه‌های آزاد هستند ولی ما متأسفانه ناچیزند. تا حال حدود 86 جمعیتی تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرقیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتری از سرمایه‌داران در ولایت‌های آن کار و فعالیت می‌برند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت‌ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. از غایه بازپس برگشتن به کشور برآمدشون دور شدنی نیستند و این عامل مناسب جهت جلب دیاسپورا برای رشد کشور میباشد. هدف اصلی هم روانه ساختن پول تاجیکان برون مرزی در اقتصاد بود. با اعتراف حکومت با گذشت قریب 12 ساله هنوز مشکلات در راه رواج دادن این مناسبات وجود دارند. دیاسپورا در مرکز فدراسیون روسیه جایگزین شده در اختیار خود ذخیره‌های معین مالی، مادی و سرمایه انسانی را دارند، ولی نمایندگان آنها در ارزیابی امکانیت‌های خود و تصمیم‌گیری نهایی برای سهم‌گذاری در رشد جمهوری نهایت احتیاطکارند. به قول این نماینده دولت تا حال نتوانستند درباره گروه‌های شامل به این جمعیت‌ها معلومات دقیق بگیرند. اصلا مهم اقتدار دیاسپورا است، یعنی معلومات مشخص درباره سرمایه‌گذاری آنها، اقتدار مالی آنها نیست. حالا حکومت می‌خواهد یک صندوق جدید سرمایه‌گذاری باز کند و آن را یک تلاش دیگر برای جلب سرمایه‌گذاران برون مرزی تاجیک می‌حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان برون مرزی نیتی تأسیس آن را بیان کردند. مؤسس این صندوق جمعیت‌های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می‌کند. با وجود تلاش‌های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه‌گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات‌های بین‌المللی انتقاد می‌شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان میگویند اقتدار سرمایه‌گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند. امتیازها و خوری‌ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته شده است. همین وخوری‌ها شود، البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می‌شود. سازمان‌های بین‌المللی میگویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فایز بلند قرض بانک‌ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل‌های نآمدن سرمایه‌گذاران به تاجیکستان است. لیکن هر کس با این خیلی با علاهیدگی به نظر من شاید این کار نکند یا اینکه اگر اجرا کنند هم بسیار صفشون کم است. شاید اونها یگان هراس دارند یا به نظر شما چرا؟ اکنون بسیار وقت میگویند وقتی که ما هم صحبت میشیم میگویند که اینجا مثلا اندازبندی بسیار وزنین است. بر طبق آمار رسمی زیاده از 800,000 نفر در روسیه مهاجر کاری اند. این مهاجرت از سالهای 90 عصر گذشته آغاز یافته 3 نسل از تاجیکان به این کشور برای کار می روند. سرمایه‌داران بزرگ از نسل اولین مهاجرانند که دوام زیاده از 12 ساله در روسیه زندگی می کنند. بعضیشون زندگیشون در اونجا است، مثلا خونه و در کردگیان، نه همه کس ریزو میشد. تاجیکستان در رده‌بندی آخرین دوینگ بیزنس که آن را هر سال بانک جهانی تهیه می کند در مقام 123 است. این یکی از مقام‌های پایین در این فهرست می باشد.